بانک ملی تاجیکستان از 1 سپتامبر سیستم ملی انتقال پول را جاری می کند. بعد این سیستم های بین المللی انتقال پول از جمله سیستم های روسی تنها در حجم پیش پرداخته که به بانک ملی تاجیکستان کردند می توانند مبلغ انتقال دهند. در این باره روزنامه روسی کامرسانت خبر می دهد. بانک ملی تاجیکستان سیستم های روسی و بین المللی انتقال پول را آگاه کرده است که از 1 سپتامبر برای کار با شرکت کنندگان این بازار سیستم ملی را به راه می ماند. از آن به بعد بانک های تاجیکستان نمی توانند با سیستم های انتقال به طور مستقیم همکاری کنند. این همکاری باید توسط سیستم نوی ملی صورت گیرد. در همین حال برای همکاری با بانک های تاجیکستان تمام سیستم های انتقال پول باید در بانک ملی تاجیکستان حساب کرسپاندنتی باز کنند و انتقال تنها در صورتی در این حساب ها موجود بودن مبلغ امکان دارد. سخن از حجم برابر به بیش از 2.9 میلیارد دلار در سال می رود. بانک مرکزی و وزارت مالیه روسیه گفتند به زودی به حل این مسئله خواهند پرداخت، اما تا آغاز به کار سیستم نو همگی 10 روز مانده است. در بانک ملی تاجیکستان به نشریه کرسپاندنت گفتند که هدف از جاری کردن سیستم نو حفظ ثبات سیستم بانکی تاجیکستان در ساحه گردش پول، کاهش ریسک‌های عملیاتی و مصرف‌ها و شفافیت عملیات، ریشه‌کنسازی قلابی در بازار انتقال پول میباشد. طبق اطلاع منبع این اصول در هیچ کشور اتحاد دولت‌های مستقل رایج نیست و به قانونگذاری روسیه مخالفت دارد. بانک ملی تاجیکستان تصمیم گرفته است که در اصل دسترسی مستقیم سیستم های انتقال پول به بازار مالیوی تاجیکستان را منع می کند. کارشناسان تاجیک هم می گویند این کار می تواند قیمت انتقال پول را بالا برد. طبق قاعده نوی که بانک ملی جاری کرده است، سیستم انتقال پول برای آنکه در بازار تاجیکستان باقی مانند باید هر مبلغی که مثلا در دوام یک مدت معین به تاجیکستان انتقال دادن باید پیش پرداخت کنند. یعنی این بازار که 2.5 میلیارد دلار را در سال تشکیل میکند، سیستم های انتقال پولی مجبورند که برای باقی ماندن در بازار حداقل 200 میلیون دلار پیش پرداخت داشته باشند. به تاجیکستان اصلا 3 سیستم پول انتقال میدیم و اگر حتی برابر هم تقسیم شود حدود 70 میلیون دلاری باید این سیستم به بانک به صورت حساب بانک ملی پیش پرداخت ارسال کنند. اگر در متناسباً با انتقالشان کنند شاید 100 میلیون دیگریش مثلا 60 میلیون خیلی من همین 200 میلیون باید بین این 3-4 سیستم تقسیم شود. اصلا درآمد از انتقال پول چندان بزرگ نیست و بانک ها سیستم انتقال پول مجبور میشن که برای پوشاندن آن ضرری که از بند شدن مثلا 100 میلیون دلارشون در صورت حساب بانک ملی میرساند باید از جای دیگر رو پوشانند و این حتما از جیب مهاجر گرفته میشود و حداقل این سیستم ها قیمت انتقال پول به تاجیکستان رو 0.5% بالا میبرند. خود بانک ملی هم حتما این کار رو به خاطر گرفتن درآمد جاری کرده است و حداقل 0.5% بانک ملی هم حق خودش را برای انتقال پول خواهد گذاشت که در عموم حداقل 1% انتقال پول به تاجیکستان گرانتر می شود. اگر در حجم پولی گوییم این برابر به 250 میلیون دلار است. خود سیستم های انتقال پولی تا حال به این تصمیم بانک ملی تاجیکستان واکنش نشان نداده اند. به نظر می رسد باز در این حالت کیسه بیچاره مهاجر و تاجر خراب می شود. دانسته می شود یک نمود دیگری طلب و تاراج کردن مهاجران نانآور کشور کشف شده است.